زیبای شما رو متاسفانه نمیبینم، تاریک هستش. خیلی خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. استکهلم شهری که میدونم همتون با بک‌گراندهای مختلف، اتفاقای زیاد، مهاجرت و واقعا تبریک میگم بهتون. مهاجرت کار سختیه ولی در این حال صفحه دیگه‌ای تو زندگی هر انسانی که قدرتی میخواد که واقعا شایسته تقدیره. من در خدمتتون هستم بیرون، چون میدونم که الان جلسه پرسش و پاسخی در نظر گرفته نشده، ولی گویا بیرون میتونم ببینمتون از نزدیک و با هم صحبت کنیم. فقط برای الان سال نو رو تبریک میگم. مرسی که نو تغییر پیدا کرد و خیلی خوب شد. سال نو انشالله برای همتون سال خوب با موفقیت، شادی، سلامتی، پول، برکت، لحظات بسیار زیبا کنار عزیزانتون باشه. خیلی خیلی خوشحالم بگم که بازیگر فیلم خانم مخدومی هم اینجا هستن. من الان تقریبا نزدیک 10 سال هستش فیلم میسازم. از سال پیش تصمیم گرفتم که جوانایی که فیلم ساز هستش، فیلم اولشون دومشون بتونم حمایت کنم و فیلمنامه هایی که در حقیقت حرفی برای گفتن دارن رو بتونم حمایت کنم. این اولین فیلمی هستش که خارج از فیلم های خودم تهیه کردم. میدونم یه مقداری شاید سخت باشه تماشای این نوع فیلم ها، به خاطر این فیلم های معمولی نیستن، فیلم هایی که فقط تجاری باشن صرف نیستن، فیلم هایی که یه حرفی برای گفتن دارن. آذر شخصیتی هستش که من خودم خیلی دلم میخواست به تصویر در بیاد. سیمای یک خانم مستقل هستش، یک خانم مستقل ایرانی که خیلی وقت تصمیم میگیره سنت که جلوش بیسته ولی اجازه نمیده. اون چیزی که گفته میشه خانم‌ها نباید کار کنن، باز جلو اون میسته، حرف پشت سرش میزنن، جلو اون میسته و آخر سر زندگی مستقل خودش رو انتخاب میکنه. و به نظر من خیلی مهمه که ما بتونیم توی سینما حرف بزنیم و سینما صرفاً سرگرمی نیست. یه مقدار ممکنه که سخت باشه این نوع ادبیات و سینما، مثل هر کتابی که میخوایم بخونیم سخت باشه، ولی خب به نظر من جامعه ما احتیاج داره به گفتن این نوع حرف. خیلی ممنون. ممنونم از استقبالتون. مرسی که اومدین فیلم رو دیدین. مرسی که با اینکه خارج از ایران هستین از فیلم‌های ایرانی حمایت می‌کنین. گفتنی‌ها رو همه رو خانم کریم گفتن. بازم